حذف سنسور کیلومتر در ECU های استات که خطا رو در دستگاه دیاک ثبت میکنه. دور موتور از 3000 به بالاتر نمیره. ایراد سخت افزاری هست، این نکته رو بگم. ولی اگر نرم افزاری بخوای شما این ایراد رو دور بزنی، خب شناسه ECU رو در بخش ECU کیت من میزنم. ECM رو انتخاب میکنید، استات نو فلش اینجا هست و دوگانه سوز با فیول. بعد از شناسایی انتخاب قطعه OBD دانلود استات، آخرین آیتم میشه استات آیکون نو فلش. تایید رو میزنیم. انتخاب تبدیل P02 S04، ما اینجا P07 رو انتخاب کردیم، با فیول هم هست. تایید رو میزنم. کلیک راست میکنید، جستجو 20414 ای رو سرچ میکنید. هگزهای 14 رو تبدیل میکنید به BE و 4 ای رو تبدیل میکنید به 5F. عملیات کمکی ECU، اصلاح چکسام، ناحیه چکسام رو هم فیکس میکنم من و در نهایت ریختن برنامه.